یک دختری تاجیک میخواهد و همه جا ممنوع علم و ممنوع دین هست، هم از جهت پدر و مادر، هم از جهت بیرون و اطراف، هم نیست مدرسه ای که خواند، با وجود همین نزدیکترین آدم هاش هم پیش راهش میگیرد. در همین حالت شما غریب هستید. طوبی للغربا، پیامبر صلی الله علیه و سلم خوشا به حال غریبان. پدر و مادرهای هست که فرزنداشو به طلب این ترغیب میکنه، بچه‌م خان کجای دنیا روی، من خانواده‌مو برای تو شرایط دارم، به نزد کدام عالم گوی برده میمونم. خان میگه نمیخونه بچه، من شما خواندن میخواید، پدر و مادرتون من میکنه. اینا همش امتحان است. همه بدبختی های دنیا، هر ناخوشی که در دنیا میشد، این سببش جهل است، سببش نادانی است. اگر در کشور زنهایی نباشد که عین حال طلب علم کرده ایستاده باشد که آینده مردم مسلمان خاصتا زنها برای علمدارها، عالمها احتیاج دارد و دانید که برای شما فرض عین شدگی باشد، الکی از این روی گرداندن نیست. یعنی برای شما علم فرض عین است. آدم هایی که به دوزخ می‌درآیند، نسأل الله سلامت و عافیه، اینم علم نگرفتن است. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اهل دوزخ گفتند که در سوره تبارک، اگر ما در دنیا به سخن علما گوش میانداختیم و آن سخنها را میفهمیدیم، امروز ما دوزخی نمیشدیم. یعنی دوزخی ها سببی وارد شدنشان به دوزخ را از علم نگرفتنشان دانستند. الله تعالی که فاعترفوا بذنبهم، به گناهاشون اعتراف کردند. یعنی علم نگرفتن را گناه گفت. بنابراین علم گرفتن فرض است، خاصتا در این زمانه. اسلام غریب آغاز شد و غریب می شود. خوشا به حال غریبان. شما غریب هستید، خوشا به حالتان دوام دهید. در حق پدر و مادر دعا کنید، نرم نرم آنها را فهمانید که علم ضرور است. ان شاء الله الله تعالی شما را دعاتان را قبول میکند. والله اعلم. صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.